گروهی از ورزشگران مسافه نزدیک به 700 کیلومتر را از شهر ورشاو تا کیف طی نموده روز جمعه به تجلیل اولین سالگرد انقلاب اوکراین به میدان مرکزی پایتخت این کشور یعنی مرکز انقلاب میدان کرشاتیک کیف حاضر شدند. این گروه از 28 روزنامه‌نگار و فعالان حقوق بشر لهستان یا خود پولش عبارت بود. هنگام حرکت گروه در کوچه‌های کیف مردم اوکراینی مهمانان را با کفکوبی پیشواز گرفت. هدف از تشکیل به اصطلاح دب میدان احترام گذاری به مردم شجاع اوکراین می باشد که به ارزش‌های اروپایی صادق بوده است. روز پنجشنبه پرزیدنت اوکراین پترو پوروشنکو برای ملاقات با اوکراینی تباران به شهر بالتی کشور همسایه مولداوا سفر کرد. رئیس جمهور اوکراین با جوانان همقومش دیدار و گفتگو داشت و همچنان در زیر مجسمه ادیب اوکراین تراس شوچنکو گلچنبر گذاشت. پرزیدنت پوروشنکو مردم مولداوا را به همایش با اروپا تشویق کرد. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان بر اثر ترکیش بمب به کنار راه 2 افسر امنیتی هلاک شده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته منصبداران مواد ترکنده در داخل موتورسیکل پنهان بود و اثنای حرکت کاروان نظامیان توسط جهاز رهبری از دور فعال گردانیده شد. یکی از جناح‌های طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک و همچنان مجتمع اسلامی شهر ماستر در رویخط جایهای مورد نظر دانشجویان بخش‌های علوم دینی بوسنیا و هرزگوین می باشند. 35 دانشجوی می خواهند با واسطه زیارت از مکان طاعت و عبادت مردم دیندار بوسنیا و هرزگوین تحمل و همدیگر فهمی را در بین مردم ترغیب نمایند. این گونه زیارت‌ها هر سال دایر می‌شوند و تشکیل آن را شورای بین دینی بوسنیا و هرزگوین و بنیاد کانراد آدناور بر عهده گرفته‌اند.